جنگ اسرائیل و فلسطین به موضوع داغ اخبار روز دنیا تبدیل شده. تو این ویدیو به اولین جنگ بین این دو کشور و اعراب میپردازیم. با ما همراه باشید. جنگ 1947-1949 فلسطین و اسرائیل که در اسرائیل به نام جنگ استقلال و در عربی به نام نکبت به معنای مصیبت معروف است. جنگی بود که در سرزمین فلسطین در دوران سلطه بریتانیا رخ داد. این جنگ نخستین جنگ فلسطین و اسرائیل و ستیز گستره‌تر اسرائیل و اعراب بود. امپراتوری بریتانیا در دوران این جنگ از سلطه خود بر فلسطین که تا سال 1917 بخشی از امپراتوری عثمانی بود صرف نظر کرد. با اوج گرفتن جنگ یهودیان کشور اسرائیل را بنیانگذاری کردند و مهاجرت دست جمعی حدود 700,000 عرب فلسطینی و تخریب بیشتر مناطق شهری آنها تحول جمعیتی قابل توجهی در قلمرو یهودیان پدید آورد. سرانجام بسیاری از اعراب فلسطینی بی‌تابعیت شده و به سرزمین‌های فلسطینی که توسط مصر و اردن گرفته شده بودند یا به کشورهای همسایه مهاجرت کردند و کمپ‌های پناهندگان بسیاری را پدید آوردند. سرزمینی که پیش از جنگ تحت مدیریت انگلیس بود، میان اسرائیل که 78% آن را تصاحب کرد، پادشاهی اردن که کرانه باختری رود اردن را تصاحب و سپس به خاک خود ضمیمه کرد و مصر که نوار غزه، یک ناحیه ساحلی از مدیترانه که اتحادیه عرب آن کل حکومت فلسطین را بنیانگذاری کرد، تقسیم شد. این جنگ دارای دو مرحله اصلی بود. مرحله اول به نام جنگ داخلی 1947 تا 1948 سلطه فلسطین که در 3 نوامبر 1947 یک روز پس از رأی سازمان ملل متحد برای تقسیم فلسطین به کشورهای مستقل یهودیان و اعراب و کنترل بین المللی قدس آغاز شد که رهبران یهودی آن را پذیرفتند و رهبران فلسطین و همچنین کشورهای عربی به اتفاق آرا با آن مخالفت کردند. تاریخ نگاران این مرحله از جنگ را به نام جنگ داخلی قومی یا میان جامعه توصیف می‌کنند، چرا که این جنگ میان شبه نظامیان عرب یهودی و فلسطینی تحت حمایت ارتش آزادی بخش عرب و کشورهای عربی همسایه بود. این درگیری در اواخر مارس 1948 هنگامی که یهودیان دست به حملات بسیار زدند تشدید شد و با شکست فلسطینی‌ها در لشکرکشی‌های بزرگ و پاکسازی خطهای مقدم به پایان رسید. امپراتوری بریتانیا صرف نظر از ادعایش بر فلسطین رو برای 14 مه 1948 برنامه‌ریزی کرده بود. در اون تاریخ هنگامی که آخرین سربازا و پرسنل انگلیسی باقی مانده شهر حیفا رو ترک کردند، رهبران یهودیان در فلسطین بنیانگذاری دولت اسرائیل را اعلام کردند. این اعلامیه با حمله فوری ارتش‌های عرب و نیروهای اعزامی به فلسطین به منظور جلوگیری از بنیانگذاری اسرائیل و کمک به اعراب فلسطینی که در آن بره طرف بازنده جنگ بودند آغاز شد و بخش از عمده از آنها در حال فرار یا مهاجرت دست جمعی به اجبار شبه نظامیان یهودی بودند. این حمله آغاز مرحله دوم جنگ به نام جنگ 1948 نام دارد. مصری‌ها در نوار ساحلی جنوب پیشروی کردند و در نزدیکی اشدود متوقف شدند و هنگ عربی اردن و نیروهای عراقی ارتفاعات مرکزی فلسطین را تصرف کردند. سوریه و لبنان نیز در شمال با نیروهای اسرائیل چندین درگیری داشتند. شبه نظامیان یهودی که در ارتش اسرائیل جمع شده بودند توانستند نیروهای عربی را متوقف کنند. ماه‌های بعد بر شدت درگیری‌ها میان ارتش اسرائیل و ارتش‌های عربی که به آرامی متوقف شده بودند اضافه می‌شد. ارتش اردن و عراق توانستند بر بیشتر مناطق مرتفع فلسطین کنترل داشته و قدس شرقی از جمله شهر قدیم را تصرف کنند. منطقه تحت اشغال مصر به نوار غزه و منطقه کوچکی در الفالوجه که به دست اسرائیلی‌ها محاصره شده بود محدود شد. در اکتبر و دسامبر 1948 نیروهای اسرائیلی به خاک لبنان نفوذ کردند و با هجوم به شبه جزیره سینا نیروهای مصری را در غزه محاصره کردند. آخرین فعالیت نظامی در مارس 1949 هنگامی که نیروهای اسرائیلی صحرای نگب را تصاحب و به دریای سرخ را یافتند رخ داد. اسرائیل در سال 1949 پیمانهای ترک مخاصمه‌ای را با مصر در 24 فوریه، با لبنان در 23 مارس، با فرااردن 3 آوریل و سوریه در 30 ژوئیه امضا کرد. در 3 سال جنگ 700,000 یهودی از اروپا و کشورهای عربی به اسرائیل مهاجرت کردند. ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من